به نظر خیلی مشغولی. ماره خب کریسمسه، کلی سفارش دارم. از آشناییت خوشوقتم. من مرلی هستم. سلام مولی، من وندلم. خب تا حالا اسم کفشساز رو شنیدی؟ این یه ماشین فوق‌العاده است که دردسرای کار کفش دوزی رو از بین میبره. من اینو میخوام. فقط یه نکته کوچیک هست. برای دریافت مجوز باید یه قرارداد امضا کنی. همون متن استاندارد صنفی. واقعا دستکاری کردن کفشساز مجاز نیست. بند 27 جزء 42 همچنین قرمز تنها رنگ تایید شده است. بند 99 جزء 88 و اگر هر یک از شرایط قرارداد را نقض کنید مجوز شما فوراً لغو میشه. ولی این دستگاه منه، من خریدمش. شما مجوزش رو خریدید. کفشساز انحصاریه، میدونی؟ کسب و کارت بدون کفشساز دوام نمیاره. نگذارید ابزارها به شما دیکته کنند که چگونه از آنها استفاده کنید. به بنیاد نرم افزار آزاد بپیوندید.